جسمی آتش نفسان خرج زبان می گردد. صرفه شمع در این است که خاموش گردد. جسمی آتش نفسان خرج زبان می گردد. صرفه شمع در آن است که خاموش گردد. در این بیت صایب مسئله ماهیت انسان در زندگی، عمر را به بیهوده صرف کردن، عمر اندک و محصول عملی انسان در نظر داشته شده است. در مصرع اول میگوید که جسم آدمان آتش نفس از پرگویی با پرگویی از بین می رود. یعنی پرگویی، بیهودگویی، هذیان گفتن، سخنهای پوچ و بی‌معنی گفتن بعضی انسان‌ها را عمرشان را تلف می‌دهد. بعضی انسان‌های در دنیا وجود دارند که آنها تمام عمر به بیهودگویی، هذیانگویی، کارهای بیهوده مشغول هستند. در مصرع دوم باشد طبق ارسال مسئله سبک هندی میگوید که صرفه شمع در آن است که خاموش گردد. صرف یعنی خرج کردن، صرفه یعنی سررشته کردن، ذخیره کردن، احتیاط کردن در استفاده چیزی. وابسته به همین مطلب کلمه دیگری هم هست، اسراف. اسراف یعنی به طور افراط از معیار بیرون چیزی را خرج کردن است. صرفه در شعر کلاسیکی ما هم به معنای مثبت میآید، کسی که احتیاطکار است، و هم بخیلی به معنای بخیلی، ممسکی. می‌بینید کلمه امساک و اسراف بعضا در شعر کلاسیکی ما به کار می‌رود. واژه امساک عربی اصلا به معنای ممسکی و خسیسی است و نمونه عالی آن را در آثار استاد عینی در مثال خار اسمت میتوانیم ببینیم که تیپ ساخته است واقعا ممسک. در این بیت صایب میگوید که یگانه چاره این که شمع صرف نگردد باید آن را خاموش کنیم. واقعا هم اسرافکاری یکی از مسئله هایی است که در این موضوع تاب میخورد. اسراف کردن شمع در گذشته یک مسئله داغ روز بود. یعنی در شعر کلاسیکی ما هم آمده است که بعضا مثلا شمع رو تمام شب استفاده برده است اما کاری نکرده است، اما ایجاد خوبی نکرده است. شاعران زیادی هم تاسف خوردند. یعنی همین اسرافکاری در جامعه امروزه ما هم یکی از مسئله های داغ روز است. اسرافکاری در مسئله استفاده برق واقعا هم از همین مسئله های داغ روز است. انسان باید فایده را از ضرر فرق کرده تواند. البته در شعر کلاسیکی ما در مقال و ضرب المثل های ما مقال دیگری هم هست که وقتی میگویند خرج اگر از کیسه مهمان بود حاتم تای شدن آسان بود. یک مسئله اسراف یا که خرج بیهوده در مناسبت مردم به مالکیت دولتی ظاهر می شود. وقتی که ما میبینیم روزهای دراز مثلا در روزی روشن لامپ های برقی در کوچه ها فروزانند، یا اینکه در کارخانه های دولتی وقتی ما میرویم تمام اسباب های الکتریکی رو گریان میمانند. هم کاندیسنر است، هم پلیته است، هم کامپیوتر است، هم تلویزیون است، همه گریان است. چرا که خرج از کیسه خود شخص نیست. وقتی که شبکه‌های گرمایندگی کار میکنن باز استفاده کردن گرمایندگی‌های الکتریکی، اسباب‌های برقی دیگر، وقتی که روشنایی هست فروزان کردن لامپه ها، همه این خرج است که از حساب دولت می شود. در اینجا بسیاری ها بسیار گستاخی میکنند، بسیار غیوری میکنند، به برکش خرج میکنند که کاری ناسواب است. این را در ادبیات کلاسیکی ما سخت محکوم کردند. مثلا شیخ سعدی شیرازی در گلستان حکایه بسیار جالبی میآورد. میگوید که شاهزاده بعد از درگذشت پدر به تخت شاهی نشست، دستی تصرف به تمام اموال جمع آورده پدر کرد، به عیش و نوش پرداخت و همه اون گنجینه و خزینه‌ای که پدر جمع کرده بود تقسیم میکرد، دستی سخا شده بود. و سعدی میگه من به طریق نصیحت به او گفتم که این کاری که تو میکنی چندان خوب نیست، زیرا انسان باید خرج را برابر دخل کند. هرچند که نصیحت کردم، میگه سعدی، نصیحتی من کار نکرد. و او مثال دیگر آورد به این معنی که امروز که عیش و طرب میسر است، انسان باید لحظه را غنیمت شمارد. یعنی غنیمت شمردن لحظه خرسندی و شادی و سرور
و برای همین من از سر فتوت جوانمردی دست کشاده دارم، خرج میکنم، صرف میکنم، به مردم میدهم. سعدی میگوید من خاموش ماندم، بعد چند وقت تمام دارایی جمع کرده را برباد داد، به گدایی به درویشی زد، لقمه به لقمه جمع میکرد، پاره به پاره میدوخت و از آنجا که حالتی درویشی داشت من دیگر چیزی نگفتم. اما شیخ سعدی شیرازی در آنجا شعر میارد، میگوید که چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سروده، اگر باران به کوهستان نبارد به سال دجله گردد خشکروده. واقعا اگر یک لحظه باران نبارد، در یک لحظه میتواند دجله که دریای بسیار عظیم است یک خشکرود تبدیل یابد. واقعا هم در طبیعت، در زندگی انسان این چیزها امر طبیعی هستند. اما وقت روزگار یک مرام نمی رود، اولادهای پیدا می شوند که با سبب های طبیعی، مثلا آب خشک می شود، آب کم می شود، حسی وطن دوستی و حسی ملت دوستی مردمی ما در کار است که واقعا ما باید دستگیری کنیم. حالت افتاده است که ما مثلا باید برق را صرفه نماییم، به اسراف برق راه ندهیم تا اینکه دیگر کارها خراب نگردند. جسم آتش نفسان خرج زبان می گردد، صرفه شمع در این است که خاموش گردد. برق را ما میتوانیم برای استفاده روشنایی، برای فروغ خاندان استفاده بریم، کامپیوتر را به کار داریم. اما همه طرفه خرج بیهوده برق باعث کسادی اقتصاد کشور میگردد. استفاده برق و صرفه آن در شهر یک مسئله است، در دیهات دیگر مسئله است. واقعا هم در دیهات ما که شرایط نسبت به شهر فرق میکند، امکانیت های بیشتری هستند برق صرفه کرده شود و این امکانیت ها پیش از همه موجودیت انگشت سنگ، چوب و دیگر واسطه های گرمدهی که البته در کوهستان مردم اصلا با این اشیا منزل خود را گرم می‌دارند، امر طبیعی است. مردم شریف کوهستان، مردم شریف دیهات حتما خرج بیهوده کیسه خود اهمیت میدهند و به این چیز راه نمیدهند که مثلا آنها برق رو استفاده کنند تا اینکه خرجشون بیشتر شود. بر جای برق رو همچون واسطه گرمدهی استفاده بردن، آنها از انگشتن و دیگر واسطه ها استفاده میبرند و این البته کار خوب است. اما با وجود همه این فکر میکنم صرفه برق بیشتر در کارخانه های دولتی، در جایی که آنها به طوری گفتیم از خرج از کیسه مهمان که هست آنها حاتم تای شدن، این مسئله دیگر چی است. یعنی در این جایها بیشتر، من فکر میکنم در شهر بیشتر به این مسئله در بر بخوریم که آنها بیهوده صرف کردن قوه برق فاعل هستند. حالتی که واقعا با کم شدن آب در فصل زمستان، پر نشدن آب انبار، مسئولین مجبور میشوند که برای صرفه کردن قوه برق کوشش کنند و این همه ساله نیست. ما سالهای زیادی ما میدونیم چندین سال باز این مسئله در تاجیکستان رخ نداده بود و همین سال با سبب‌های معلوم، از آنجا که خنکی سخت آمد، آب دریاها کم شد، محدود کردن امکانیت‌های قوه برق به میان آمده است و این چیز همه وقته نیست. یعنی این حادثه‌های طبیعی است. یعنی در مقابل حادثه‌های طبیعی انسان باید همه وقت آماده باشد. این لحظه‌ها گذران هستند. آنچه که در طبیعت رخ داده است اصلاح می شود. اما همه وقت هوشیار بیدار باشند که ضرر را از فایده فرق کرده توانند. تناسب دخل و خرج خود را دانند. تناسب دخل و خرج همین است که انسان اگر او دخلش 100 باشد، خرجش 1000 نباشد. معرفت صرفه‌کاری لازم است که این مسئله را درک کنند. واقعا صرفه برق ما، یعنی امکانیت استفاده بیشتری برق ما در آن است که از روی معیار استفاده بریم، از آن را عاقلانه استفاده بریم. در استفاده برق اسرافکاری نکنیم، یعنی به اسرافکاری راه ندادن در جاده استفاده برق باعث میگردد که
مکتب‌های ما کار کنند، کتابخانه‌ها کار کنند، مؤسسه‌های علمی کار کنند، مؤسسه‌های فرهنگی و دیگر مؤسسه‌هایی که خیلی با برق احتیاج دارند، آنها باید فعال باشند و در این کار البته همه ساکنان باید فعال باشند تا اینکه برق و بیهودگی اسراف نشود. جسم آتش نفسان خرج زبان می گردد. صرفه شمع در این است که خاموش گردد.